این صحنه معمولی روزهای اخیر در دوشنبه است. درهای بسته اکثر چیپته‌فروشی‌ها و مسافران سرسان در جستجوی چیپته هواپیماهای خط‌سیرهای روسیه. مسافران که اکثرا مهاجری مهنتی اند از یک چیپته فروشی به چیپته فروشی دیگر سر میزنند. بانک گرفتگیم، قرض گرفتگیم، اومدگیم میدرویم میگیم که بلیت چی مثال کازان اگون جای دیگه نیست. 6000 نرخ دولتیش даже در اخبار تاجیکستان همین را اعلام کردن که 6000 سومون نرخ دولتیش نکیم نیست. میدرویم میگه که 8000 بالا بلیت. در چیپته فروشی های محله معروف با نام بازار شاه منصور دوشنبه دری دو چیپته فروشی باز بود. اما چون نوارگی را دیدند درها را بستند. نخواستند که با ما صحبت کنند. کاسای ایرپورت رفتم اینم کاسو رو همش گشتیم. صحنه اطراف فرودگاه بین المللی دوشنبه نظر به چند روز قبل فرق میکند. انبوه مسافران بندمانده دیده نمی شود. خیلی کم آدم است. ظاهرا مسافران بندمانده علیه به روسیه سفر کردند. دو روز پیش 6,500 سوم بخریدیم. یگان خیلی پروانه نداره. ولی مسافرانی هم بودند که پروازشون به تأخیر مانده بود. همه روز پریدن بوده. نیست، همه سامولت نیست. حضور همه شام میگه ساعت 10 میشه میگه. اجداد کرده است مینا همه روز میشه نمیشه نمیدونیم. حالا به مشاهده می رسد که تعدادی از مسافران برای رسیدن به روسیه شرکت هواپیمایی ازبکستانی هوای یولری را انتخاب می کنند که از دوشنبه به واسطه تاشکند به روسیه پرواز می کند. اما قیمت چیپته از این طریق هم خیلی گران دریافت می شده است. 8500 تاشکند قدو داماده ده. مسافران حل گرانی نرخ چیپته هواپیما و مشکل پیدا کردن چیپته را به بسته بودن راه قطارهای مسافربر به روسیه می دانند. همه رای پویزور مقصد و کنف سر اونا международный هوی راوشون همه جو پردیسیم ازبکستان قرغیزستان همه جو رفتن. همه را اگر پویزور آیو کنن نرخ خینه میشوه. هم میره و هم مردم سپاکوی نرفته میتونه به جای خیچونه. 2 هفته پیش مقامات آژانسی آویاسیای گراجانی تاجیکستان با علت گرانی نرخ چیپته پرواز هواپیماهای دو شرکت هواپیمایی سیبیر و سیورنیویت را برای چند روز منع کرده بود. این باعث جمع شدن صدها مسافر بندمانده در اطراف فرودگاه دوشنبه شد. بعداً آن شرکت ها راضی شدند که نرخ چیپته به شهرهای روسیه را نه بیشتر از $500 آمریکایی می فروشند.